نصرت اکا در خانه هستن؟ هستن خیلی بیاید. مرحمت شو برادکا کنی درایت کنی خوش آمدن السلام علیکم. مرحمت کنی گذارید کنی. نصرت اکا در خانه هستن؟ ها در خانه. نتای خانه پا؟ لبای. با نصرت اکا هم یک کار داشتم. کار داشتی؟ قند کتانه زنید شو براد جان. همین از تحت دلم کار میکنید دیگه. چه؟ با آبی جان یک تا همین خیل موتورسیکل خریدم اونم گفته بودم فراموش کردیم. این موتورسیکل خودم نتای خانه پا؟ مایلش اگر شرم دارید من خودم کلید رو به دست آبی جان میسپارم. نتای خانه پا استاد در همین عمری که پشت سر کردید از ایجادیات خود راضی هستید؟ از ایجادیات هم اگر بگم که راضی هستم دروغ می شود. هیچ یک هنرمندی از ایجادیات خودش راضی باید نباشد. برای چی؟ برای آنکه ایجادیات یک رزق روزی بنده هست که در عمر کوتاه خود هر یک انسان مقصد و مرام دارد که از جوانی آرزو میکند که به کدام قله ها برسد، به کدام زینه ها بلند براید و هیچ کس تا آخر این زینه ها برآمدن نمیتواند، چون که عالم هنر، عالم صنعت اول دارد نه که آخر ندارد. آغازش مثال هر یک هنرمند از وقتی جوانیش، از کودکیش، از طفلیش یک چیزی تاثیر میرساند، یک نمایشی تاثیر میرساند، یک انسانی تاثیر میرساند که انسان را بیدار میکند به همین ساحه. درست است. وقتی قدم های اول میمانی، وقتی که به میان عمری میرسی و بعد به کمالات میرسی و سین سنت به یک جای میآید، نگاه میکنی و او طرف سرحد ندارد، یک اقیانوسی هست که آخر ندارد. برای همین من هیچ وقت راضی نمیشم که من اون کاری که کردم در این عمر کوتاه خود راضی نمیشم. من باید بسیار کارهای عجایبی میکردم در پیش، مقصد مرامهای بسیاری داشتم. اون در نیمه راه حاضر. پس در نمون خورده گفتید یک چیز سبب میشود که یک راه رو انتخاب میکنید. در خورده شما یعنی چی بود؟ چی سبب شد که شما راه هنر رو انتخاب کردید؟ شاید یگان نمایش دیدید یا شاید هنر یگان هنرمند بود که شما رو به این راه آورد؟ اکو از روی گفته والدانم فرزند از 5 سالگی عقلش کمتر به خاطرش ماندگی چیزا میماند. تا 5 سالگی را نمیماند، انسان به خاطرش قبول نمیکند. از 5 سالگی اوسو قبول میکند. من این چیزایی که در خاطر من ماندن از صنف یکم، از 6-7 سالگی هم بار یکم همین صنعت اکو بایی که در خاطر من مانده است از کینوی تماشای کینوی ترزن. این سالهای 50 51 52 بود. من همین در آغوش برادرم اکای ستارم که شادروان است، در آغوش همون ششته یکم بار من همین کینوی ترزن تماشا کردم و برای من یک معجزه بود که این چیزی که من در حیاتم در خوابم ندیده بودم در بیداریم دیدم. و بعد همین کینو دیدن ما علاقه بچکای 6-7 ساله بودیم. بعد همین نمایشی همین کینو تماشا کردن همون را ما تقلید میکردیم. بالای درخت‌ها برآمده خودمون هم حوال چند بار زده پاهامون شکستیم، دستمون شکستیم. نمیدونم که همون نقطه اساسی سرشویش از همون بود که بعد کمتر که به کمالات رسیدیم و اندک عقل من سالم‌تر شد. من کینوی طاهر زهرا رو تماشا کردم. وقتی طاهر زهرا رو تماشا کردیم، اما وقتای جوانی اگر صورتای مرا داشتم من بسیار بچه زیبا بودم. حالا حال هم زیبا هستم و نیکی وقت زیبایی نیستم. بعد من طاهر میگفتن نموجه. بعد همه از چوب شیر تیار میکردیم و همون خراباتور خطی جنگ میکردیم.
زن و زنی میکردیم، همون چیزی که در همون کینو تماشا کرده بودیم همون ما تقلید کرده تکرار میکردیم، با همدیگه اصلاح میکردیم که اونجا این خیل میکردن اینجا این خیل کردن. همین ممکن از همونجا پیدا شد. بعد این با کم ترکی به عقلتر شدیم. بعد همین کینوی جناب 420 راج کپور رو من تماشا کردم. انا بعد وقتی که راج کپور رو من تماشا کردم و مکتب میرفتم، یک سمکچه داشتم، این خیلی چرخشته بود، همین خیلی چرمی، همون سری یک تاق با میبستم حرکت میکردم، همون سمک خطی سرودای همون زمزمه کردن تا مکتب میرفتم. حتی در همون مکتبم در کروژوک مرا قبول کردن و بعد همین چیزا رو من اساس تقلید میکردم. از نام همون راج کپور سرود میخوندم، همون سرودای رو میخوام رقص میکردم، همونا یک تکرار میکردم. ممکن که پیدایش مهری همین صنعت در دل من از اونجا پیدا شد. و وقتی که مکتب میانه قریب صنف‌های 8 10 میخوندیم، یک معلمه داشتیم رئیس سیمیون، اون زبان روسی درس میداد، بسیار زنی زیبا بود. نمیدونم برای چی که من شوخ طبیعت بودم که چی بودم که همون من بسیار نغز میدید، نه که در سیوای من نغز تیار میکردم و همیشه تاکید میکرد که قیامی دین تو باید ارتیست شوی. همون مکتبی میانه. بعد همون تقدیر بود است که آخر اومده ما همین به همین کسب وارد شدیم. یعنی معلمه گفتن که شما باید ارتیست همون معلمه زبان روسیم رئیس سیمیون، نمیدونم در قید حیات هست نیست، همیشه مرا سرم سیله کرده، میگفت که قیام الدین تو باید ارتیست شوی. نه که معلمی که فیزیکولتور ما رو در تربیت جسمانی درس میداد، مرا تاکید میکرد که تو باید ورزشگر شوی. همین دو چیز در بین معلما میرفتم میشه. یعنی شما ورزشگری هم میکردید؟ من ورزشگری خوبم بودم و در بسیار مسابقه هم اشتراک کردم. همین یک چمدان پوری همین گرامت و دیپلم دارم از همین ورزشگری. یعنی گوشتینگیری میکردید؟ گوشتینگیری میکردم، ورزش سبک مشق میکردم، دویدم به من بسیار نغز بودم، پریدم به نغز بودم. انا بعد همین تقدیر بود است وقتی رفتیم خدمت حربی، اول من در انستیتوت فیزیکولتور داخل شدم بعد مکتب. بعد من ارمی بگرفتن، رفتیم ارمی و 3.5 سال خدمت کردم، آمدیم. بعد موجودم در ساحه صنعت سپاریدم و بعد تا امروز در این صنعت دیگه نجم میدم. السلام علیکم. نغز هستید ملا برهان؟ شکر با دعای شما. شنید تشکر. بسم الله. خوش آمدن. رحمت بلم. آمین. خیریتی قدم. الله اکبر. کارها چه خیر ملا برهان؟ شکر. مرحبت. چای. معلوم می شود که شما ملا برهان از کوش پیشمانی حضرت بزرگوار نمی ترسیده اید؟ اگر مرا با زوری راندن خواهد، سری او را به مرید و مخلصانش گشاده داده بعد می روم. این طور باشد اینجا حضرت بزرگوار نه، بلکه خانه خود شماست. التماس همین که وظیفه کوش پیشمانی را از دست حضرت بزرگوار گرفته با آینده و روندگان و مخلص و مریدان این درگاه بلم خلل نرسانید. التماس دیگر آن که این سر را فاش نکنید، زیرا سری مردان پوشیده به گفتند. و این چه خیل؟ الله اکبر. خوش آمدند. قریب که فراموش کنم. این از نوگی خمیر فطیر گفتگی بر این حق قدم شماست ملا برهان. گیرید. و این چه خیل می شود؟ تا وقتی به شهر برگشتنتان از جانب این دعاگوی سر و پا
سله و جامه هم تیار کرده می شود. شما به ملال سبقتان را تکرار کردن گیرید. می ندارم. خوش باشید. خوش آمدند. خوش آمدند. شما وقتی دانشکده صنعت آمدید автомашина داشتید و یکمین شخصی که آمدید و شما رو پیشواز گرفت این سونیا نوروزова بود اگر خطا نکنم. سونیا نوروزова همکورسی من. وای ماشین شخصی من نبود. من هم وقتا از که آمدم من راننده یکم کلاس آمدم از ارمیا. چون که اینجا ما رو خواندن راننده برای گرمن بردن تیار کردن 72 کس از تاجیکستان. من راننده شده آمدم از ارمیا. بعد من همونجا شعبه کمسمال با کار گرفتن من راننده کاتبی کمسمال بودم. زیبی قربان که ولی هست در خیلی حیات یا خانم زیبا همون من مجبور کرد که همین ماشینی من رانندگی کن و هم رانندگی کردم هم آمده داخل هم ماشین قد کی می اومدم گمان میکردم اون وقت گاز شستون هیچ کس نداشت. اینو میگفتن که هیچ خیلی دانشجو است که گاز شستون دارند. بعد همون از همین پیدیسود مایور سوار میکردم سویت نوروز و احمد شاه و فاشیو شو بعد چند کسی دیگه بعد فاکولته میرفتیم اما ماشین خودی بردا می آوردم گفتن ماشینی کی است من میگفتم که فقط ماشین خودم است شخصی است. این همی در خاطر شما مونده است. یعنی باری قصه کرده بودن سونیا نوروزova. بله سونیا هم کورسه که من است. چه خانم زیبا است. عاشق هم شده بودید؟ انا نوروزova بسیار خانم شوخ است. اما جوانیش هم شوخ بود بسیار زیبا بود حالم زیبا است. وقتی که ما دانشجو بودیم هر هفته هم باید صحبت میرم میگفتن که همه یشجوی میشدن که همه روز پگاه مثال استراحت است همه فیض‌آباد میریم. بعد ما خیلی کورس همه میرفتن بعد همه خانه میدارن مادرم زنده بود شادروان بعد سونیا نمیدرآمد پشت دروازه بود میسود بعد ما مادرم میگفتم که آخه کلنت اومد است نبیرت خطی چون مادرم بیچاره باور میکرد میرمد پای انداز میپرتافت همین مویاش میکرد که خیلی خانه میدرآمد بعد سویت هم سونکشت کودا کرد در خانش میگه گویا که کودکی باز جناب چقلزاده لبا یک و شوهرم گوید که از من جدا شود و یگان اکتریسه شما را به زنی گیرد. اکتریسه ما رو؟ این تکلیف بسیار عالی جناب ینگو لیکن این ناممکن است. برای چی؟ خوشبختانه اکتریسه های ما هم شوهر دارن کودک دارن خانه آباد دارن. خسرت خان راست میگوید گپش دوپ درست. شما فکر آن را نمی کنید که احمد زن و فرزند دارد عائله دارد شما چی به این چسبیدید؟ شما از این بیچاره چی میخواهید؟ شب و روز درکش در خانه نیست. هر دوی شما در دره ورزا در دره رامی معیشت میکنه تو ما در اینجا خونی جگر خوریم مانید یگان شب همین آدم مانید که به خانهش بیاید فکر زندگیش کند شما کمکت وجدان دارید اگر همون وجدان باشد خدا شما چی ها گفتید یعنی شما رو همگان میگن که بسیار شخص مهمون نواز است تا امروز همه وقت خانه شما پر از مهمون است مثل خانه تا مثل یعنی مهمون خانه گویم خطا نمیکنیم درست است؟ اکو این از همون مهمون ها پرسیدن در کار من خودم مهمون نواز حساب نمیکنم که هر کسی که پیش خانه من آمد من گویا که از نو حالت میشه من همون خانه هایی که ساختم مهنت حلالی دست قابلی کفی دست قطعی من یکم که خیلی برای فرزندان ساختم لیکن دویم برای مهمان ساختم خانه رو برای مهمان میسازی مهمان این یک عطای خداوند است که فیض و برکت میاره و خانه دام و مثلا مهمانی هست دو خیلی میشد مهمانی که خودت تکلیف میکنی خانه با عزت و حرمت وای دیگه خیلی است خیلی خیلی میانه تر است و مهمانی که حاضر تو انتظارش نیستی یکی خودش میبیاد این مهمان خداوند است رزق روزی وای دیگه خیلی حرمت و عزت وای دیگه خیلی است برای همین مهمانا رو من همین خیلی قبول میکنم مهمان دو نمود نمیشه به فکر مثلا مهمان سه نمود میشه همون مهمونی سومش که به فکرم که خود شما به مهمونی رفته بودید التماس من خودم اونقدر نقص حس نکرده سودم باور کنید
من اجازت من روم. باید کجا نمیره؟ التماس اکا. من شما رو با التماس اکا. من شما رو با مهمانی تکلیف کردم. شما مهمانی من. من نگفته آمدم. کشید. آقا جون باور کده. اکا التماس شینه. من خودم شینه. التماس شینه. اما جون. نبر اکا. خانه تو خانه اولی جناب بسیار گرم. خاصیت. این خانه خود بیابان بریم تفسان. شمالتی اگه برقی کجاست؟ در پشت کوه قاف. اما جان رفته بیارید؟ چرا اکا؟ شمالتی که برقی را؟ از کجا؟ کلام گفت که از کجا؟ این کاری بای آورده میموند. فکرم شما رو جواب خاصیت خان نه اکا تشویش نکشید. این رفتاری مقرری با من شوخی میکند اکا. شما به حضور من حاضر. اقلن رفته 4 تا تخم بریان کن. خوراک هم که تیار نکنید 4 تا تخم پس یک در خانه مهمان است. اگر میدونید که اونه مهمان را نفر گم میزنید. با فکرم یگان خیل خوراک تیار نیست. بهترش نامعلوم مرا آمده میرم. نه خدا نکنده یگان چیزی خانهشان گم شود. از من گمان بر نشود. با شما یعنی اثبات کرده است طبیعت که شما با مهمانی نروید. همیشه یعنی تا آخر عمر مهمان قبول کنید. استاد هر یک هنرمند آرزو دارد که یک نقش ببازد یا که چند نقش ها رو میخواهد میبازد، ولی کارگردان ها با او پیشنهاد نمیکنند و تا جای من درک دارم شما خیلی آرزو داشتید، یعنی خیلی میخواستید نقش های ببازید که به شما پیشنهاد نکردن. همین طور است. عموما این کمبودی در صنعت ما هست. مثلا یک هنرمند در یک ساحه کمتر یک نمایش به خودش نشان میدهد، به همه کارگردان همون را میچسبند و همون رویت کشیده بردن میگیرند. حالان که او هنرمند ممکن با پهلوهای دیگر داشته است. هر یک هنرمند شکلی گفتم آرزو دارد، هوس دارد که مثلا آینده کاری من در کدام سن و سال کدام نقش ما بازی کنم و اینا به بعضی ها میسر می شود، به بعضی ها میسر نمی شود. همین علما میمونه در دل میموند، چون که هنرمند تا چند که سن و سالش بالا رفت ذخیره‌اش زیادتر میشه، تجربه‌اش زیادتر میشه، جهانبینیش دیگر میشه. کارگردان ها باید، من میخواستم که هر یک کارگردان باید هر یک هنرمند در سن و سال خودش استفاده برده تواند. اگر در همون سن سال استفاده برده توانستن، این برد آنها است. مثلا اون هنرمندی که مثال سن و سالش در همون سن و سالی که نقش به او آفریده است باوری کردن موافق میآید، او دیدش دیگر خیلتر میشه وقتی که او یک جوان مثال میگره بازی میکنند یا که طرز راهگردیش و گفتارش و فکر رانیش خیلی قابلیت بلند طلب میکند. نه که من آرزوهای بسیار داشتم. شادروان اصلی بدنیج برهانوف عرصی خلقی اتفاق شوروی میخواست که همین خدمتگار دو خواجه را روی صحنه بیارد و اون کس مرا تگی چشم کرده بود که همین پروفایلدین را باید شما بازی کنید. من این آرزو در دل داشتم. وقتی که جوان بودیم، وقتی همون سن سالی که عین کمالات بود، عین جوش و خروش فکرانی و حرکت در صحنه بود، همین چیزا نشد. با مرور زمان نشد. با نقش‌های زیادی داشتم. من آرزو می‌کردم که مثلا فلان نقش‌ها رو آرزو می‌داشتم که بازی کنم، نه که به مرادم نرسیدم. ماندم در نیمه‌راه ماندم. همیشه هم شکر می‌کنیم. ولی چطوری که گفتید که یک نقش میتواند آدم رو معرفی کند یا اینکه یک هنرمند میتواند 1000 نقش ببازد ولی معرفی نشود. نقش ظاهر دوسمتوف رو اگر برای مثال بیاریم که نقش یعنی قارشکنبه رو بازی بله و یک نقش اینقدر تا امروز گرچه شادروان در قید حیات نیستند تا امروز نام استاد رو میگیرن. بله من نقش خوردی و کلانی ندارد.
بعضیا کوشش میکنن که رولای همین فقط همه اساسی را بازی کنن، نه که همش دریا رنگ میموند قریب. من خیلی که گفتم ظاهر دوسماتوف این خیلی هنرمنده که در یک نقش با تمام این نازکیاش که این اکتور گالیوود هم بگم خطا نمیکنم که در گالیوود هم این خیلی اکتور من ندیدم که به همین قدر درجه بلند نقش روی صحنه بیارد. شرط نیست که نقش کلان آفریدن، شرط آن است که نقش خاطرمان باشد، خوردم که باشد، باید در دل تماشابین خاطری تماشاچی سالهای سال باید ماند. شریفه جان، به پسر بیچاره تو دیگر هیچ چیز لازم نیست. چی گفتی؟ خط سیاهش رو نگرفته ای؟ چی گفتی؟ یک باری دیگر تکرار کن. ندیدی؟ لعنتی شریفه، دیدی شریفه؟ رئیس تابان مکتوب رو به تو نداده است تا اینکه به جای ماتم گرفتن تو به صحرا برآمده کار کنی. ندیدی شریفه؟ یک روز نه یک روز این جنگ لعنتی هم تمام می شود و مردهای سالی مانده نزد زن و بچه هایشان برمیگردند، اما تو 1000 سال انتظاری کشی یگان کس به سراغت نمی آید. آن وقت خطی ناچیز بر این فراموش بشوی و در خیال کسی هم نمی آید که زمان بیوه شریفه با یک افغانتونش بندی اجل را از سر مردم کشیده دور کردنی بشود. شما گفتید که نقش باید به سن و سال، به خاراکتر، به هنرمند موافق باشد، همین طور است. ولی وقتی به شما نقش لقای رو دادن، شما اون سالها جوان بودید کو و آنچنان نقش رو خوب بازیدید که حتی وقتی که در کجای میشیدید شما نمیفهمیدن که شما اون نقش رو بازیدید. درست است؟ اکو من هنرمندی که بگریم روی صحنه میارد، من اون را قریب که هنرمند حساب نمیکنم. برای چی؟ برای اون که هر یک ابرازی که می آفری روی صحنه زنده میکنی، باید که وای نمود ظاهریش دیگه باشد، باطنیش دیگه باشد. اینا جفتی توأم باید باشند. اگر اینا رو نسازی، خودت نسازی، باطنیش در باطنت نسازی، تیار نکنی و ظاهری تا به هم موافق نکنی، وای چه خاطرمان میشه. مثال در یک چهره خودت 1000 نقش بازی میکنی، مردم میبینن میگن فلانی آدم است، تمام نمیگه که فلان نقش است. نقش لقای من 19 سال در صحنه همین نمایشنامه رفت. 19 سال پیش همین خیلی نمایشنامه‌ای بود که تا 1000 بار میرفتن. مثلا انتخاب داماد قریب 1000 مراتب زیاد رفت. مثلا خیروگی چخوف هم من قریب 1000 بار زیاد بازی کردم، اما دکتری دندانه 1.5 هم زیاد رفتگی است. حالی من نمیفهمم نمایشو میرود یک 3-4 بار میرود، همین قطعی جنبس میشه، تمام میشه. این خیلی خانه شدن در کار نیست. برای اینکه این نمایش‌ها نمایش‌های پیشین شاید فرق میکنن. ممکن فرق کند، ممکن تماشابین دیگه شده است، ممکن محیط دیگه شده است. آخر برای که اکتور هنرمند در روی صحنه 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه زحمت میکشد، یک نقش تیار میکند، باید اقلا 5-6 سال باید رود. پیش وقت همین خیلی بود که نمایش شد 10 سال، 15 سال، 20 سال میرفت. بعد وقتی که همین مردم تاجیکستان باید تماشا میکردن، تلویزیون آمده و خریده میگرفت و ثبت میکرد، رادیو در خزینه‌اش ثبت میکرد، بعد و یعنی ایروی نقشه بیرون میکردن. برای چی برای نقش لقه شما رو انتخاب کردن؟ کارگردان اسرانشاه رحمت الله بود. من میخواستم وای نقش در چند چیز خوش نظر مایباش سررژیسور تئاتر بود. من میخواستم که دیگه خیلی با آفرم بعد همین یک خیلی همین فکر در سرمون اومد، گفتم یک نقشی بآفریم که در همه تابع تاجیکستان و فهمیده توانند. آن چیزی که اول من انتخاب کرده بودیم و یک قسمی تاجیکستان میفهمید. بعد گرفتیم همین لقای کردیم، بعد همین لقای در همه گوشه تاجیکستان بازی کردیم، همه قبول کردن. معقولای نبیره میشود؟ میشود. پدرت رحمت کنه. چند میترش؟ همین ماتر خودش چنده؟ 50 سومون. پدرت رحمت کنه. 50 سومون قوتی من نمیرسه. ما نبیره ده میگیرم. باور کده ما آدمی وی سفید چوپان خیلی کمتر ارزان تر کار کردن. باور میکنی اما همین مالا دیدی کود در اون مغازه.
1 متر 50 تومان. حق اوجه دادیم قوت ما کمیرس که باید نمیرسه. بیا پدرت رحمت کنه بار برکت. بیا ما همین گوسفند هستی مزش نیستی خودش. چیکار کرده گوسفند نیستی؟ کم بیش هست گوسفند سرش دو خونش نیستی. چه خونش نیست؟ خرابه هر سری مده حساب کرده میگیرن. شما و چوپان ها باید یک گوسفند شما 150 دلار. گپی خوب بوده. گفتم که خرابه سری مده حساب کرده میگیرن. بیا بار برکت. چقدر میدی؟ همین 40 تومان میدم. 40 تومان. بار برکت. بار برکت. استاد وقتی شما دانشجو بودید الکی استادان میگفتن که شما باید در ژانر مضحکه بیشتر نقش بیافرید، یعنی شما رو الکی جدا کرده بودن با ژانر یا نه؟ نه که جدا من نمیدونم جدا کرده بودن نه کرده بودن. وقتی کار دیپلمی گرفتیم ما عروسی تعریفی کارل گالدونی را تمام عبدالشکور استادی ما با من همون نقش همون اساسی را سپاریدن. این همون نقش رنگ همون چاری چاپین برین بوده گویا همین ابراز. همون کار دیپلمی هم از این حجب سر شد. حتی مادری شادروانم زنده حیات بودن اون آوردم نمایش تمام شد مرا نشناخت مادرم فقط آوازم شناخت این پسر من هستن. من گریم عجایب داشتم. گریمیار زکیولیم بود بسیار گریمیاری خوب بود در کنسود کار میکرد. ما را در اینستام درس داده بود. من 4 ساعت گریم میکرد. 4 ساعت لیلی نه 3 ساعت گریم میکردن. همین قدر گریمی وزمی بود. همین گورکوی من قریب 4 ساعت من گریم میکرد که یگم انسان نمیفهمید که این من هستم. یعنی از گریم خیلی وابستگی کلام. البته اخوای وقتی که چهره من همون در کوچه میبینید همون رو در صحنه بود در اون ابراز میبیند و تماشاچی الکی فکرش دیگه خیلی میشه. ای مردم مسافر نوازی فیوا لطفاً به من نشان دهید قصر شاه را یا که بگویید حالا خودی او کجاست؟ اینک قصر شاه او خود در آنجاست. اینک ملیکه مادر شاهزادگان. ملیکه محترم بانوی اعظم وقت و اقبال بادت همیشه تلخم. رحمت به احساست میهمانی عزیز. خوش آمدی. بگو چه عرض داری یا چه خبری خوشه به ما آوردی؟ از کارین آمدم. خبری خوشه آوردم. فرستاده کیستی؟ پیغامت از کیست؟ از کارین آمدم. خبری آوردم. هم شادی بخش است تو هم اندوه آور. چگونه خبر است؟ هم شادی هم غم؟ مردمی کارین قرار دادم که ادیب را به تخت شاهی نشانم. مگر غالب شاهی آنجا نیست؟ بله ولی او به رحمت ایزدی پیوست. غالب وفات کرده؟ خدا مرگم دهد گر گویم درست. شما خیلی خوش طبیعت بودید، یعنی شوخ طبیعت بودید، شوخی‌ها با فکر می‌کردید در دوره‌های جوانی که شما رو یعنی ماست برای ژانر حجب انتخاب کردم. از کل من نمیدونم که خودم شوخ طبیعتم نمیگیرم. من آدم جدی هم هستم. در حیات بسیار جدی هم هستم. من بسیارتر می‌خواستم رول‌های جدی رو بسیار فاجعه‌ای رو بازی کنم. نه همین صحبت‌ها که می‌شتیم همین یک لطیفه میگم یک صحبت می‌کنیم یک گپ جواب یک کس میگردونم همین مردم میخندن. نمیدونم که همین تعبی من همین خیلی دیگه من همین شوخی رو نقض میبینم. همین آدمای زیق نقض نمیبینم. میخوام همیشه آدمو چهرهش کشوده باشه. میگن که ابرو کشوده با شدت کشوده نیست. همین انسانی که همین در کوچه میبینی چهرهش کشوده است طبیعی آدم وریده میشه نقض میشه. یعنی از همین خاطر شما شعرهای حجبی بسیار نوشتید، یعنی کتاب دارید؟ شعرم گفتیم که برای دوستا گفتیم برای هر چیز گفتیم. یعنی شعرنویسی و لطیفه گویی از کی شروع شد؟ اینا از وقتی جوانی هم بود. وقتی که همین معرکه ها میشد در ناحیه مرا بردن همینجا رئیس معرکه تعیین میکردن. بعد خیر رئیس معرکه میدونی چی خیلی آدمی از که از سر تا آخری معرکه را باید گپ زنی، باید هر یک انسان
بحث کنی، عروس و داماد تعریف کنی، پدر و مادرش تعریف کنی. یعنی رویگی هم میکردی؟ رویگی میکردم. همین تبا در من بود. یگان معرکه به من نمیگذشت در نوحیه. همه جا همین طرز شوخی قطعی و شعرهای شوخی قطعی، لطیفه‌های شوخی قطعی و تابع مردم بالیده میکردیم که مردم خوشحال شوند، یعنی معرکه یک رنگ نگذرد. همین بود از جوانی. بعد بعضا همه کارا کردم. من در همه کار من خودم سنجیدم. اگر به یک زینهش برآمده باشم خوشبختم، نه که نباشم گویا که من خودم یک بار سنجیدم که میشد این کاری من یا نمیشد. آدم در یک جا ایستادنش در کار نیست. آدم باید جنبد، همه کار خودش سنجد. آیا ممکن میشود؟ ممکن نمیشود. نشودم هیچ گم نی؟ بیاید کنی. آبا خوش آمدن. رحمت است. شابراتی جان، لبای نصرتک. من همین آبی جانکت با کرار فرستادنی. همین کلاق صحت شده بیاید. حال این آدم نمیدونید. از من دیده با شما در کار میشود. فهمیدم نصرتک. چقدر بیارم؟ نگو شابراتی جان، من مثلا 150 سوم میگم. خدا نه همین قدر دادن شما شرط نیست. نصرتک، من مقصد شما من نفهمیده ایستادم. آبا از کی باز شما اینقدر بیفهم شده اید؟ حالا از شما با من هیچ چیز نرسیده است که جانی اکا. این موتورسیکل چیز نیست؟ اون موتورسیکل ما زده گرفتید کو؟ یا تا چی من با شما موتورسیکل بیارید گفتم می؟ خودتون دادید کو؟ چیکار دادم آخه نصرت پرپیچ، آخه آدمی کار افتاده رو اینقدر مکیدن او این با کفن دزدی برابر است. باور کنید. حالا از شما با من هیچ چیز نرسیده است و اینقدر داد و مغل میبرید بسری من؟ میخواین نباشن من رو با همون کفن دزد روبرو کنید؟ من خودم گپ زنم با همون کفن دزد. چرا کار از جایش نمید جنبد؟ نصرت پرپیچ، من در همین وقتش گفته بودم که حد و کت گیرید. انایو اون با بین شما من قطیب نمیشدم 100 بار خوبتر بود. بمونید به همین کار، همین آلوده شدن من چه در کار بود. بمونید. این پولی دادگی هم میسوخت است. تماما میسوخت است، میرفت است پولی دادگی هم. اوکا با فکر شما من نسوختم می؟ نه من نسوختم می. چیکار سوختید؟ چیکار سوختید نصرت پرپیچ؟ من گفتم که با کشندهش میدیم همون پولی دادگی داد. شد همش من نصرتک نزدک فهمیدم. الهینم همون پولی دادگیم تماما نصیب نکند. آمین. الله اکبر. نقشه که در فیلم احسان بازی کردید خیلی نقش خوب است به فکر من. این نقش اکو یک مرده که هست که خودش تنها زندگی میکند. یک مرده که خوب است. مرده که عجایب است. هست که در حیات همین خیلی آدمایی هستن که یک قشلاق یا دیابه هست که همه چیزی همون قشلاق با خبر است. همه کی چند گاو در همه جا یک تا هست. این هست در حیات هست. بله. ما همه ابراز حیوان گرفتیم. یعنی از همه چی با خبر است. او در کار هست، در کار نیست، کی کجا رفت، کی چیکار کرد، کی کی را نقص می‌بیند، کی کی را بد می‌بیند. همینا رو میفهمد. نه که دلسوز است. باطناً دلسوز است. میخواد که آبادی باشد. مثلا وقتی که همون سویت میکشن بسیار عذاب میکشن. همون شبیه خیسته آمده، همون منطقه رو یافته رفته همونجا سویت میزند و همون میخواد که همیشه کارا همه نقض باشد. همین دهان همه کارا نقض باشد. همین در همین تکفانی عینی سیام که کردیم تو ما رو سویت زد، همونجا گرفته گور کردن در زمین. وقتی شما رو گور کردن با فکرم خاک خیلی سنگ بود. اونجا سنگ است، اونجا کنده نمیشد. همه یک نیم متر کندن با یک همون زاغنولا اونجا ما شیشتگیمون بعد بالا ما خاک تو همون گلوله خاک قطعی محکم کردن. اون با قدی آدم کندن اونجا اکسکواتر هم کندن نمیتونن. همون زمین سنگ است. وقتی همون اپیزود رو تماشا میکنیم همون چهره شما رو میبینی در حقیقت یک چهره عجایب است. ولی همون لحظه هایی که چهره شما عجایب بود شما اون چهره رو یعنی اون میمیکا رو خود برای نقش آفریدید یا اینکه همون لحظه حسیات تماما دیگر بود؟ همونجا کارگردان وقتی که همون کادر سیام میکرد گفت که کمتر تبسم هم کن استاد. یعنی تبسمی که من برای شما قجیان میکنم، مهنت میکنم، ترانسفورماتور ساز میکنم، چی میکنم، شما پروا ندارید، من در این احوال هستم.
یعنی آدمی که دل شکسته نیست همون کاری کردگیش هم خرسند است که من همین قدر کار خیر کردم. این خیلی آدم‌ها کم میشوند در زندگی. مثلا من اگر امروز یک سخنی نو از یک انسان فهمم در کوچه است، در یکم معرکه است، همون روز خودم دیگه خیلی حس میکنم، خوشبخت حس میکنم که من یک چیزی نو امروز در یافتم، در چیزی که نو شنیدم. هستن آدمایی که خیرخواه هستن، اما که برای خلقش، برای دیهش، برای چیز دلش میسوزه. ها تینجی همسایه ها تینجی چی گپ شده است؟ سلام علیکم. چی گپ؟ سوی زده است؟ اکای حمید بای؟ یا خدای توبم. اکای حمید بای؟ اکای حمید بای؟ شما زنده؟ اکای حمید بای؟ زنده بود است یا توبه کردم خدای شما ترساندید. بیاد کنی بچه. ایستید یک تا برای تاریخ یک خندیدم اکای حمید بای. یک خندیدم چیز اکای حمید بای خندیده. شما خندیده هم بتوانید. خدای توبه بگیرم برای تاریخ. ایناش کی؟ این همون الکتریک. بیاد زنده اینم اکای الکتریک. شما خندید اکای حمید بای. میخندم اکای حمید بای. Discarte شما گفتید یک چیز رو میبینم خرسند میشم یا یک کاری میکنم خرسند میشم، ولی یک باغی که دارید یک درختش رو به فکرم بینید که میوه کرده است خیلی خرسند میشوید. البته همین که به ذوق میبینم. هر پگاهی وقتی رفتم و گیر درختم یک گیری هر کدومش میگردم یک بار دست خطی میقپم و بعضا شوخی میکنم موقتی. این باغبانی از کجا پیدا میشود؟ اکو در گذشته های ما هم خیلی گفتن که هر یک انسانی که به این دنیا میآید باید که خانه سازد، فرزندان را تربیت کند، بابایا را ساند، او را علم آموزد و باغ بنیاد کند. ما واش همیشه کردیم این باغش مونده بود. یعنی انسان پس از خود باید چیز مونده. مثلا اما باغ برای نبیره هم، برای بچه هم، برای ابیره هم که یه روز یک باری حاصل داده اومده است. از خود یه چی باقی موندن خرج انسانی است. بله. چون که در این 30 سال من میخیزم میرم هر کدام یه وقتی صحبت میکنم، گپ زنان میکنم، با خودم تسلا میتیم. یعنی گوی اونجا نیز نقش آفرینی میکنید؟ هم منالوگم هم وقتی صحبت میکنم. با زنبورها چه خیلی صحبت میکنید؟ زنبور اکو بسیار چیزی عجیب نازک است. زنبور یک مکتبی مخصوصی است، یک دانشکده عالی است که حیات انسان باید گفته که همین جمشیدی، همین شاه جمشید همون دولتداریش از همین زنبوری اصل آموخته بوده است که در همین جمعیت یکم آدمی بیکار نباشه، همه آدم باید صبررسان باشه و یا یک تاش اگر غذا نیارد یک آدمی بیگانه‌اش دهنی همون لانش ببیاد و رحم نمیتیه. غذا نآوردی گفتم. غذا نآوردی یا که یکم چیزی بدبو بشتی و راه نمیتیه نکرد. هر کدامش وظیفه دارد. خانه رو دارد، خبرکش دارد. انا کجای دیگه ذخیره غذا هست او رفته میفهمد اومدی داره خبر میده که فلان جا دایمون نقشه گفت. همه میره خبرکش قلاور دارد دهنی دربه. همه وظیفه دارد اونجا. یا اینکه یک چیزگر تیفاقی رو باید از زنبورها آموخت بله؟ تیفاقی رو باید حیا جمشید همین زنبوری اصل گویا که ساخت دولتداریش ساخته است و بیهوده نیست. این هم مکتبی عجایب است. باید کیفیت دارد. وقتی باید مهربانی میگه نادرست کردی نش میزند. باید همین قدر عذاب کشید تا 3-5 کیلومتر رفته همون شهد میگیره میاد ایوای اصل تیار میکنه برای انسان. بله. بزی هم مکتبی عجایب است. همون وقتی هم ذوق میکنم. شغل میکنم. وقت میگذرونم. علیکم السلام. تو هم شاعر شدنی؟ میخواهی در تاریخ مانی ها؟
همسایه من شاعر شدنی نیه. نانی شاعری با خودتان نصیب کند همسایه. نانی مرا نیمتا من نانی شما رو نیمتا کردن نیستم. اگر نانی مرا نیمتا میکردی نیمیدی درش دمان میمود. نانی مرا یک لوک خورده دادهی. همسایه جان الحذر نانتان به خودتان نصیب کند. الحذر از تهمت بدگمان، الحذر از همسایه بدگمان، تهمت ناگان. یعنی تو سرقاطی نیستی؟ باره شده است انمون اپیزودی که در فیلم متقرنه بازی کرده اید، یعنی باره شده است که از ایجادیات شما کدام یعنی دزدیده باشد یا گرفته باشد؟ نمیدونم کسی در معقول باشد دزدد مرحمت آشش شود. اگر که تواند آشش شود من رشت نمیکنم. بگذار گیرد استفاده برد اگر معقولش شود. اگر معقولش نشود این کاری باید. و من امروزها خیلی تنقیسی میکشن هجونگاران از یعنی میگویند که نیست نفری که به ما چیز بینویسد. شما چی برای یعنی برای هجونگاران امروز جوان هستن چیزی نمینویسید؟ اینا من چند بارا گفتم من به همین هجونگارای تاجیک آفرین میخوانم بعضیش به که به همین قدر کمبودی که مثال دراماتورگ نیست پیش وقت مثلا کم و بیش بودن وقتی که ما جوان بودیم می نوشتن برای تلویزیون می نوشتن صحنه ها می نوشتن میکردن ما اونقدر تنقیسی بد بسیار نمیکشیدیم. نه که وقتهای آخر قریب که همه هجونگارا بیشتر خودشون جستجو میکنن، خودشون یا چی میبافن، خودشون اما رو روی نوار میارن، خودشون پیشکشی تماشابین میکنن. مثلا در مملکت‌های مترقی برای یک هنرمند هجونگار بهترین 10-12 دراماتورگ شب و روز کار میکنن، پیوسته کار میکنن. هر کدامش می نویسد میارد این خودش میگیرد جدا میکند که کدامش مرا معقول است. وجود جدا میکند. ما زاری هستیم که یک دراماتورگ یک چی نوشته بیارد برای ما جوانا دانشکده ها و بچهای جوانی که نه و روی صحنه میخوان آمدن نزد من تئاتر بسیار می اومدن که برای ما یگام صحنه یگام چی پیشکش کن. من هم خزینه‌ام اگر میافتم بیاد میدادم. در همین جا بوده ایو؟ من تو رو در باغ گفته گشتم. بیا این شمال همی تا فقط طرف همی خانه ما بپرونن. شمال فقط طرف خانه خودت گردد؟ گناه من چی؟ بیا که آمدی بیا 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 حمید بای. السلام علیکم. علیکم السلام. این من هم بیهوده بولشوه نبر آوردم. علی فهمی رفتیم خوش آمدی. بیا 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 مرحمت. بیا بیا انا یوم باش کن. رحمت کم نشوی عبدالخالق کم نشوی. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرون نقص خیریتی قدم. الله اکبر. الله اکبر. زنک جان او یگان چیز بیار. خوش آمدی. کنی داری را؟ خوش آمدی. تشکر. سلامت باشید. بلندی کرد. سلامت باشید. این آمدنم یگان کس نفهمد. عبدالخالق. با یگان گپی مهم آوردی. یا زوری دنک مونده. سلامت باشید عبدالخالق. زوری عبدالخالق زور. شد رئیس جماعه
از کجای پولی کلان به دست آورده است؟ با یگان راه و واسطه میخواهد که همین پول آب و لای کند. تو دیگر کار نداری حمید بای؟ گپ نبور عبدالخالق، گپ نبور. این اژدهاری جماعت همراهی اژدهاری مکتب زبان یک کرده. میخواهند که صغیره ککنی تو را در گرداب بلا غرق کنند. برای چی صغیره مرا؟ صغیره اوگه تو را. خداوند آدم را یا خوب خلق میکند یا گنده. لیکن چگونه مخلوق بودنی تو را من نفهمیدم حمید بای. نفهمیدی تو خوبو ما گنده. اوی عبدالخالق، وقتا که این صغیره ککنک به سری تو یگان بلا را آورد، انا آن وقت عبدالحمیده بد میفهمی. الله اکبر. مردک عبدالحمید آدمی خوبی خدا. همین استاد بازار یک شعر داره که میگه دی شب در زیر باران به ره رفتم خیالی، بوسه های در لبت ناکشته رو در زمین ها کشته رفتم، تا از پی من لب جو خط ره بوسه روید همچه حلبو، بوسه روید همچه قاقو. بهترین شعر است که شاعره که بوسه هاشو در کوچه ها چاشیده بیرد. میگم شاعر ندیدم که مردم که دهقانی شعر بود. با همینه استاد میرزا فیضعلی گرفته بسیار قضیه خشروع نوشت که این پگاهی بعد باران با خیالات پریشان خیستم بر پشته رفتم، پیش از نانیشته رفتم. 20 بوسه بر تو جانان از زنم بینموده پنهان، در لبم آورده بودم کیش در هر جا نمودم. 4 تاش را در سری کو، 2 تاش را در لب جو، نزد چشمه 7 دانه، 1 تا در زیر دولانه. 4 تاش در سایه ابر، جانکم کمتر بکن صبر. چون رسد فصل بهاران، بوسه ها چون را و تاران، از زمین وقتی برآیند نازکند و خوش ادایند. چون روی بر لاله چینی، بوسه هایم را ببینی، 1 تا چون بچینی، کشتشان کن زیری بینی. بهترین. میدونید استاد شما یعنی با استاد بازار صابر بعد از آن که شعرهایشان را گرفته دیگرگون کردید آشنا شدید یا دوستی پیدا کردید یا اینکه پیش دوست بودید؟ نه، ما پیش از سالهای 70 وقتی که ما جوان بودیم استاد در ادبیات پیدا شدن، ما همین شناس شدیم، بعد همشهر هم هستیم. بله. بعد اساسا خیلی دوستی ما بسیار شد. وقتی که استاد وقتی عمر که من خبرگیری میره فیض آباد که میره فقط خانه ما میره، یکم خانه نمیره. خیلی دوستی ما زیادتر شد. بعد معرکه بسیار میرفتیم، کسا شعر میخوندن. وقتا یک تشکیلاتی بود، کتاب دوستا گفتیم تشکیلات بود در تاجیکستان، همون شاعرها و هنرمندا رو بردن مردم خطی واخری میگذارن. بله. مردم جمع میشه 4-5 هزار و یا شعر میخوندن، ما برندگی میکردیم، ما شعرهای حجمی میخوندن. همین قدر دوستی ما پیدا شد تا همین حاضر آمد و من حیرانم که همین قدر استاد بسیار نازک آدم است. بله خیلی سختگیر هستن. سختگیر بودن. یک کلمه شعر نادرست میگفت و افلاطون میشید پیش رش میگریم میگو شعر نادرست خوندی یا که میگو این شعر نیست. نه که من چند شعراش با گرفتم نقیزه کردم، یگان بار مرا نگفت که قیام دین تو همین شعر مرا رسوا کردی. یک کلمه همین نگفت. حتی من خودم کنجکاوی میکردم که اگه ممکن که دلش مونده باشد که مثلا این شعر شیخه کردم، نگفت یگان بار جاش جنت شوه. بله. نه که در صحبتات ذوق میبرد و میگفت که بعضا آدم‌ها شعر میگفت که ما همین خیابانی شعرش خوند ما کمتر استراحت کنیم. چه شعرها رو میخوندید نزدشون؟ همون شعرهای خودشم بعضا نقیزه کردم میخوندم، لذت میبرد. میگفت جزیرش کردی خیابانی. میگفتم استاد شما نقض نوشتن اینا جزیر کردن. یکیش رو میخونید؟ خیلی بسیار است. همون خیلی بسیارش مدام معقول، همونش مدام بسیار معقول است که میگه که جانب روی تو رو گرداندم از 4 سو، شاعری را چپگردان کردم از پشت رو. نظم را من در تپش آوردم چه نبضی تو،
میکنم جلد کتابم را عوض بر عشق تو. این شعر بینو که بلندش همین دیدم چاپه کردم من به کخنی تو رو گرداندم از 4 سو دیگی آش را چپه گردان کردم از پشت رو زیربکش را در تپیش آوردم چون نبضی تو میکنم گوشت و پیازم را عوض بر عشق تو. این دراز است استاد ذوق میبرد میگفت عجایبش کردی. مثلا همون شعرهایی که واسمه همین چیزا بود چند شعرام با من کمک کرده از استاد میگه ایجا شای خیل کن اما واسمه را یه وقتا نقیزه کرده بودی بعضی جاهایی که خیلی موافق تعبی وای نمیشید میگه که ایجا شای خیل کن نظم میشه کمک میکرد ما دست میگیم. با کلمه بوسه آشنا هستید یعنی هر کجا باشد یک شعر وصف بوسه میخونید؟ اکو سمبوسه هم بوسه مقام خاصه دارد هر یک خلاصه جانم بازم خلاصه دارد. دلم سمبوسه میخواد. دلم سمبوسه میخواد در چند جاها خواندیم حتی در همون کینو همین متقرنه ایده وجود ثبت شد. دلم سمبوسه میخواهد و هم یک بوسه میخواهد دلم یک بوسه شیرین لبی به غصه میخواهد یک سمبوسه رخساره و هم کم جوسه میخواهد دلی من بوسه میخواهد و هم سمبوسه میخواهد دلم در اشتیاقی بوسه های گرم شیرین است دلی من یاشنای یاری به پروایی به کین است دلم لب تشنه سمبوسه گرمی تنورین است دلی من بوسه میخواهد و هم سمبوسه میخواهد تو را با بوسه و سمبوسه ات یک لخت میخوردم و هر جای دلت میخواست میگفتی میبردم هزاران بوسه و سمبوسه ها خوردم نشمردم دلی من بوسه میخواهد و هم سمبوسه میخواهد. خیل شرم نمیدارید؟ انا این نخونید. این چی؟ ماما این نخونید. ما این شعر رو یک هفته پیش برآوردیم. چه خیل به اجازت من شعری مرا برآوردید؟ من اینا در نزد یگان کس نخوندم اینا باری اول به شما خوانده ایستادم چه خیل در گازیت چاپ شده است به اجازت من این تماما ناممکن است. این شما خیلی سالهای زیاد است که یعنی در خانه مدنیت یعنی خانه فرهنگی ناحیه فیض‌آباد یعنی شما همکاری میکنید و شاگردانی زیاد دارید و امروز نیز همکاری دارید؟ چند وقت باز از این کارم قریب که کناره شدم برای که خیلی شاگردا همش استاد شدن گفتی روز الکی استاد شدن همه اونجا هستن بچه‌های قابل انداز حبیب‌الله میرزا شریف است مدیر شعبه بود و بسیار هم آوازخوان است هم دراماتورگ است هم آهنگساز است همه کاره هست اونجا بچه‌های جوان هستن که اون خیلی سالا یک همراه و یک 15 16 اسپکتاکل موندم و صحنه‌های حجمی هم بسیار موندیم اونا خودی کار کردم بسیار وقتا اگر یکم مصلحتم در کار باشه یکم مددم در کار باشد مراجعت میکنن من نه نمیگم یاردم میکنم. از همون شاگردانی که شما تربیت کرده در بین آنها یعنی در آینده قیام الدین چقل رو میابیم یا نه؟ یا ذره هم باشه؟ اکو این کار ما خودم گفتنم ممکن نیست اینا باید دیگر رو بگم ممکن که در همین صنعت توجیه قیام الدین چقل میشه از من خوبترش هم میشه از من پسترش هم میشه نه که عیناً رنگی من دیگر نمیشه چون که خداوند هر کس دانه های شطرنج بری جاش به موندگی هیچ کس جای هیچ کس گرفتن نمیتونه نه که عیناً این تکرار نمیشه دیگه اینا میخواد بزرگای هنرمندای رفتن جای و یا یکم کس گرفته میتونه نه وای در دل مردم موند است وای اولین است حتی فرزندهایشان ادامه میدن هنر پدر میتونه که جای وارا گرفته نمیتونه اونو نمیکنن چون که او مثال گاگارین پرید یکم اما گاگارین موند بعد وای 1000 کس پرید بله درست ببینید یک کارنامه ماتروسوف 400 کس تکرار کرده است ماتروسوف یکی هم ماتروسوف یا تا موند تاریخ 392 تاش نیست بهترین اینا خیلی است. سلامت باشید استاد ما سپاسگزاریم که شما در برنامه ما اشتراک کردید نظر احمد که ما یاد میکنید نصیبه جان
و همین نمایش شما را بسیار تماشا میکنم چون که برای که یگانه وارثی مردم هنرمند شما هستید. سلامت باشید. بعضی‌هاش در پس پرده نماند، بعضی‌هاش زحمت میکشد، بعضی‌هاش بیمار میشود. به هر حال شما وقت یافتم اونا را دعوت میکنید و با تماشابین با پیشکش میکنید. همین مهنت شما را من قدر میکنم. با شما هم سلامتی میخوام، عمر دراز میخوام که سینما همیشه سینما باشد. سلامت باشید استاد. این وظیفه ما از شما سپاسگزاریم که وقتی خود رو دریغ ندانسته در برنامه ما اشتراک کردید و این دعوت هم به خاطر آن بود که مخلصان شما رو پزمان شدند و درخواست کردند که چرا قیام‌الدین چغلزاده رو طریق آینه یعنی نیلگون تلویزیونی سینما نمیبینیم. بسیار میپرسن، تلفن میکنن. بله درست است. من باری شما میکنم میگم که رفتم میپرسید چرا من نشون نمیدید. اومد باشید استاد. برای شما پیش از همه سلامتی، تنصیحاتی و عمر درازی با برکت رو تمنا میکنیم. بگذار که سایبانی سری فرزندان و نبیره های خوش باشید. هزار رحمت.